جا داری؟ بله؟ من اول پولمو میگیرم بعد کار انجام میدم. چی میگی خانم؟ من منتظر دوستم بیاد، ولی بخوای میتونم کمکت کنم. من تولیدی دارم، میتونی اونجا استخدام بشی تا از این کنار خیابون جمع بشی. اینم آدرسشه. حقوقش چقدره؟ یه 15-16 تومنی هست با بیمه. برو بابا، من کنار همه خیابون برج 90 تومن در میارم. 15 تومن فقط خرج قرفر منه. پس مشکل شما پول حلال در بردن و کار و اینجور چیزا نیست. تنفروشی بهتون حال داده. مشکلتون ذاتیه. فقط خدا کنه این پولایی که جمع میکنین قسمتتون بشه خرج کنید. اجمج نگیرید. جون بابا خیلی خوب. کار داری میکنی؟ گم شد ماشینم پایین. زنی که فهمیدم که خوب بودن من باستاب نداره. وجدان تا آخر این داستان